سلام به رفقای گنگ خودم، حالتون چطوره؟ آریان کینگر هستم. بعدم ویدیو بسیار جذاب دیگه بچه‌ها. تازگی یه کارتای پلک مانندی وارد بازیمون شدن، یعنی اضافه شدن. بله، اکتیویژن آورده و دستش هم درد نکنه. چقدر طولش میدم. آره بچه‌ها، قراره اینا رو بریم که با هم دیگه ببینیم که چطوری میتونیم هر چه زودتر بگیریمشون و به چه چیزایی بستگی داره این کارت ها، مثلا هر کدومشون چه عملکردهایی داره. همه اینا رو قراره که بررسی کنیم. تغییرات جدید فصل رو با هم دیگه بررسی میکنیم و در خلاصه داستان همه چی رو متوجه میشین. عشق منی، بریم سراغ ویدیو. نگاه کنین، همه چی اینجا تغییر یافته و من خیلی خوشحالم که تقریبا فردا نه پس فردا قراره که آلکاتراز جونم، عشق داداش، بچه یه گیم پلی هایی ضبط کنم. یه گیم پلی هایی ضبط کنم، عشق کنیم، باور کنین. بچه اول یه چند بررسی میکنم، بعدش میریم. بچه نگاه کنین، الان لول 400 متاسفانه اضافه شده به بازی. نگاه کن داداش، کی میخواد این همه رو بازی کنه؟ بله در من کی میخواد بازی کنه بچه؟ آره فعلا چیزای خیلی خاصی بچه تغییر یافته نشده، یا مثلا نگاه کنین وضعیت تنظیمات ما. خب باجی چرا دوباره تغییرش دادیم؟ واقعا میگم، ولی خدا رو شکر وقتی اینو بزنیم دوباره برمیگرده. این خوبه، این خبر خوبیه برادر. خب بعدش آقا اینجا مولتیمون کلا تغییر کرده، این پس زمینو همه چی تغییر کرده. بعد دیگه از این به بعد میتونین شما 4 تا باکس از اینجا دریافت کنین و این دکمه رو بزنین، میشه گفتش سیو میشه دیگه. نیاز نیستش که شما همون لحظه باز کنین. مثلا میتونین 20 تا شد، 30 تا شد، یه جا رو همه رو بزنین و جوایزهای جذابتون رو دریافت کنین برادر. آره بعدش آقا میایم اینجا قشنگ داریم میبینیم که بعضی از روابط کاربری این تو چیزا عوض شده. بعد الان داستان اصلی ما این کارت ها هستش بچه ها. خب این کارت ها چی هست داداشم؟ اولین کارت این چیه داداشم؟ این یعنی این که وقتی اینو برداشتی، مثال میگم اینجا همیشه یه کلتی چیزی باید باشه دیگه. نگاه کنین، مثلا اینو برمیدارم. خب اینجا باید یه کلت باشه همیشه. اینجا یا یه کلته یا یه نایفه یا آره چیزای دیگه. ولی اگر که شما این کارت رو فعال کنین، عکسش رو نگاه کنین. خب اگر اینو فعال داشته باشین، شما میتونین یه گان برای خودتون بردارین. خب که برای مثال من خودم 110 با ترکیب DLQ رو گذاشتم که مثال میگم میتونین شما از دور با دیلتون قشنگ توی اون دوئلای حساس قشنگ بزنین. طرف که خواست راش بده همون لحظه 110 رو بکشین بگیرین بهتر کنینش. آره این به خاطر همونه. این کاری میکنه که شما 2 تا گان رو توی مولتی همزمان داشته باشین. برادر من دایدمتون گرم. این چیکار میکنه بچه؟ متاسفانه چون باز نکردم نمیتونم عملی توضیح بدم، ولی بازم جوری توضیح میدم که قشنگ متوجه. این باعث میشه شما 2 تا پلک قرمز بردارین. یعنی چی؟ داشت نگاه کن اینجا رو. آها این پلکا رو میبینین بچه‌ها. خب شما میتونین با این روش 2 تا از این پلکا بردارین و این پلکا به چه درد ما میخوره؟ مثال میگم این پلکش برای سرعت عوض کردن گانه. مثال میگم این برای سرعت عمل کرده طرفه. کلی مثلا افزایش میده 12% این بالا هم نمیشه. شما فکر کنین 24% بالا بره. میدونین یعنی چه تغییرات بزرگیه؟ آره این چی کار میکنه؟ این کاری میکنه که مثال میگم شما میبینین توی مولتی پلیر، خب قسمت این نید انداختن و این اسموک انداختن اینطور چیزا، بعد چی میشه؟ مثلا شما یه نید انداختین، دوباره میخواین یه نید دیگه هم بندازین. خب اون موقع چیکار میکنین؟ شما اینو فعال میکنین. خب میتونین قشنگ بیاین اینجا یه گزینه دیگه‌ای براتون میاره. اونجا میتونین مثال میگم یه دونه این نیدو برداشتین، توی اون یکی گزینش مثال این یکی رو فعال کنین. نگاه کن چه اینا رو هیچ کدوم من دانلود ندارم. مثال مینار مثال یه دونه اینو فعال کنین، یه دونه هم مثال اینو فعال کنین. چه ایرادی داره؟ آره مثلا اینجوریه. اون پلک فقط به خاطر این نید و این تو چیزاست. حالا این کارت چیکار میکنه بچه؟ اینم خیلی کارت جذابیه. ببینین اینو فعال کنین. خب اینو فعال بکنین، مثال میزنم براتون. آقا اینجا اینو فعال دارین. خب این اسموکتون رو فعال دارین. این کارت فقط واسه اسموک هست.
اینو مثال فعال دارین، ولی در کنارش میخواین اینم داشته باشین که یک ترکیب بسیار خوبیه. میخواین اینم داشته باشین، چه ایرادی داره؟ همون کارت رو فعال میکنی، میای این دوتا رو قشنگ فعالش میکنی و میری توی بازی اشغالتون میکنی. آره. و بچه در ضمن میتونم بگم شما نمیتونین همزمان از این 4 تا استفاده کنین، نه، فقط یکیشون رو میتونین فعال کنین که من اگه بخوام بهتون بگم یا اینو فعال کنین، خب این خیلی خوبه، یا هم اینو فعال کنین. من خودم که اینو بیشتر ترجیح میدم. حالا اینا رو چطوری بگیریم بچه‌های عزیز؟ نگاه کنین داشتم اینجا این بالا خب باید برای هر کدوم 100 امتیاز داشته باشین. حالا این 100 امتیاز رو از کجا بیارین؟ برین توی قسمت مولتی پلیر و اونجا رنک بازی بکنین. اگه رنک بازی کنین و مثلا مپ‌های کوچیک و این تو چیزا رو انتخاب کنین، خیلی زودتر مثلا میتونین بگیرین و عشقتون رو بکنین برادرها. حالا بریم که با هم دیگه یه مولتی بزنیم، نگاه کنیم ببینین چه خفنی خدایی این کارته. بچه بگم خیلی مهمه، یعنی این کارت ها روی گیم بسیار تاثیر میذاره و واقعا به نظرم دوباره اکتیویژن یه کار خوبی نکرد به نظرم. نمیدونم، یعنی توی دوئل ها اکثرا دعوا میشه، اکثرا دعوا میکنن. الان اسنایپر بیار دیگه چیز دیگه نکش و چی بگم والا برادر. یعنی شروع نشده بچه فکر کنیم، یعنی این دوم یا سومین باریه که دارم روی پی سی مولتی پلی میدم، همش بتلم، یعنی هیچی بازی نکردم. بابا همه که چرا بات باید اینجا الان باشه؟ نمیفهمم. چه نگاه کنین الان همزمان میتونم هم با سدیده بازی کنم هم با دیلم بدون هیچ مشکل و کار خاصی. همین فقط کارتر رو فعال میکنی و تمام شد و رفت هست. وای اذیت میکنی. مشکل داشت خط گرفتی واسه من برادر. ببین با اینکه هیچ سطح بازی ندارم ولی بازم اتهام سری داشت که میدونم توی دوئلا اینا دعوا میشه، بازم به نظرم خوبه. نمیدونم مثلا با 2 تا گان همزمان پلی بگی خیلی خوبه. آره تمام. بله بازی بی میگیره. چه ادعایی هم داره. نشستم به در نگاه میکنم. بچه اکانت دادم دست رفیقم، الان وسط ویدیو اومد توی اکانت. روزگار ما. و بله ویورای گنگ خودم، دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که مفید شده باشه این ویدیو براتون. چاکرتون. لایک و کامنت این چیزا یادتون نره. مخلصم تا ویدیو بعدی.